با یاد و نام آفریدگار بزرگ با بخش دیگری از داستان‌های زیبای 1001 شب در خدمت شما عزیزان هستیم. قسمت 46. ادامه داستان گدای دومی که از یک چشم کور بود. بعد از خوردن آب و نان و لختی استراحت، داستان زندگی خود از ابتدا تا آن زمان را برای آن پیرمرد تعریف کردم که پیرمرد مرا شناخت و خود من هم یادم افتاد که حاکم سرزمین عربستان با پدرم دشمنی دیرینه دارد. لذا پیرمرد گفت: در این سرزمین مبادا که کسی بداند و بفهمد که تو کیستی، زیرا اگر ماجرای آمدنت به گوش حاکم این سرزمین برسد، تو را دستگیر می کند و می کشد. من مدت 3 شبانه روز را در دکان آن پیرمرد مهربان سپری کردم و همچنان از بخت بد خویش غرق غصه بودم که بالاخره پیرمرد از من پرسید: آیا تو هنر و صنعتی هم می دانی؟ که من از تسلط خود در علوم و فنون و هنر برایش صحبت کردم. پیرمرد گفت: افسوس که این همه آگاهی و هنر و دانش تو در این سرزمین که همگیشان جاهل هستند هیچ خریداری ندارد. من به تو پیشنهاد می کنم که از علم و دانش و مهارت خود نیز در این دیار با کسی حرفی نزنی، بلکه از فردا صبح من بیل و تیشه‌ای در اختیارت می گذارم و طنابی به تو می دهم تا روزها به صحرا بروی و به خارکنی بپردازی، بلکه خداوند بزرگ به ترتیبی گره از کارت بگشاید و راه نجاتی برایت پیدا شود. آری ای ملک جوانبخت، گدای از یک چشم کور دومی در ادامه داستان خود گفت: تا 1 سال به طور ناشناس در سرزمین عربستان و در آن شهر ناشناخته به خارکنی مشغول بودم و هر روز غروب خارهایی را که از صحرا می کندم به دکان یک نانوایی می بردم و به 1/2 دینار مسی می فروختم و زندگانی بخور و نمیری را سپری کرده و شبها را هم در همان دکان خیاطی آن پیرمرد مهربان سر می کردم. من در طول آن مدت 1 سال با 2 مرد خارکن دیگر هم دوست شده بودم و روزها به همراه ایشان که اهل آنجا بودند و آن دیار را خوب می شناختند به مکانهای دورتر که سرزمینش خارهای بیشتری داشت می رفتم، تا اینکه یک روز در صحرای ناشناخته در پای درختی قطور و کهنسال بوته خار بسیار بزرگی را دیدم که به هیچ وجه از زمین کنده نمی شد. به ناچار تبر برداشتم و بر ریشه خار کوبیدم و زمین را کندم که ناگهان سر تبرم در زیر آن درخت و کنار بوته خار به یک صفحه مسی برخورد کرد. با دست خالی خاک‌ها را پس زدم و صفحه مسی را برداشتم. ناگهان همچنان که رفیقم در شرح داستان زندگیش تعریف کرد، چاهی دیدم که نردبانی به دیواری چاه آویزان بود. من هم از آن نردبان پایین رفتم و عجیب آن که تعداد پله‌های نردبان آن چاه هم 50 تا بود. ولی از پله‌ها پایین رفتم و خود را در فضایی دیدم که گویی جهانی دیگر بود و قصری هم مقابل من قرار داشت. به طرف قصر رفتم. چون در قصر باز بود داخل شدم که در سرسرای قصر مقابل خود دختری را بر تخت دیدم. دختری که به قول شاعر بتی که حور بهشتی بدو شود مفتون. به سوی دختر رفتم. او از دیدن من هراسان شد و ترسان پرسید: تو کیستی؟ آیا از آدمی زاده یا اینکه از جنیان هستی؟ و اصلا چگونه توانسته به اینجا بیایی؟ من که با دیدن دختر دانستم او از جمله آدمی زادگان است که به دست دیوان اسیر شده، نام خدای بزرگ را بر زبان آوردم و اضافه کردم که از آدمیان می باشم. دخترک که حرف مرا قبول کرد گفت: من 5 سال است که اینجا زندانی هستم و هرگز پای هیچ آدمیزادی جز تو به اینجا نرسیده بود و تو باید بدانی من دختر پادشاه سرزمین آبنوسم که در شب جشن عروسیم عفریتی مرا دزدید و به اینجا آورد. تا الان هم مدت 5 سال می‌گذرد که رنگ هیچ آدمیزادی را جز تو
که نمیدانم از کجا آمده ای ندیدم. ابتدا بگو که کیستی، نکند که پسر عمو و شوهرم نشانه مرا یافته و تو را به اینجا فرستادند. من ابتدا قصه دردناک خود و ماجرای خارکنی و برخورد تیشه‌ام به صفحه مسی را برای دختر پادشاه کشور آبنوس تعریف کردم. دختر زندانی بعد از شنیدن سرگذشت من مدتی گریست و گفت: ای شاهزاده راه گم کرده، به حالت تأسف می‌خورم که به جای سرزمین سرسبز هندوستان سر از برهوت خشک عربستان درآورده‌ای و در این وادی بی آب و علف هم به چنین چاهی افتاده‌ای. می‌ترسم اگر اینجا و نزد من بمانی روزگارت از این هم سیاه‌تر شود. مرد گدا در ادامه داستانش گفت: من که شیفته زیبایی دختر پادشاه سرزمین آبنوس شده بودم، در جواب گفتم: هر جا که تو با منی من خوشترم گر بود در قعر چاهی منزلم. فقط اول برایم از آن عفریت سیه دل بگو که کی و چه موقع به اینجا می آید. و دختر پادشاه آبنوس برایش داستانش را تعریف کرد. دوستان و یاران گرامی، ممنون از همراهیتون. اگر از داستانهای ما لذت بردید کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ادامه داستان رو در بخش‌های دیگر با ما باشید.